بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب إن شاء الله درس امروز را با تکرار کردن درس قبلی آغاز میکنیم ان شاء الله. کسی هست که میخواد درس قبلی را تکرار کند، پیش کند؟ خب ان شاء الله میگذاریم به درس نو. امروز قریب که درس نمیشد، اما بسم الله گفتم، الله قوت داد، الحمدلله، الله میسر گردانید. پس ان شاء الله درس میکنیم. قسمتی حداقل خود را کمی بازی دادم، گفتم که حداقل همین قسمتی مکروهات را درس دهم. 15 دقیقه 20 دقیقه هم شود واقع ندارد که همین که سر کردم. بعد گفتم که خوبتر می شود که دو قسمت رو درس دهم. پس میبینیم انشاءالله. اگر من این قسمتی یکم رو به پایان رسانم و ببینم که نیم ساعت 40 دقیقه شود، تنها همین مکروهات رو میگذاریم. اما اگر ببینم که تنها درس 15 دقیقه 20 دقیقه شده باشد، کوشش میکنیم که کمی با سرعت از این قسمت هم گذاریم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. باری دیگر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. خب ما رسیدیم در صحیفه 11 در متن. خب در اینجا مؤلف میگوید و یکره للمتوضئ 6 اشیاء. در اینجا در نسخه شیخ سعید بکتش می آید یک سرلوحه می آید که این در مورد مکروهات وضوء هست. و در مراقی شیخ می گوید که مما یکره المکروه ضد المحبوب والادبی. مکروه به ضد محبوب و ادب هست، یعنی که اون چیزایی که پسندیده هستند مکروه به خلاف اون چیزها هست. یعنی که از جهت دلیل، از جهت قوت دلیل فراموش نکنید که دلیل اونقدر قوی نمی باشد و مکروه به درجه تحریمی نیست و مکروه به درجه حرام نیست، از سببی که دلیلش ضعیفتر هست، یا اینکه در دلیلش اختلاف هست، یا در قوتش، قوت سندیش، یا در تأویلش، یعنی در تفسیرش که چی معنا دارد. و البته یک عمل از چی سبب مکروه میگردد؟ از سببی که فرض را، واجب را یا سنت را حمایت کند. هر چیزی که به خلاف سنت کار کند یا به سنت یک تأثیر منفی را بیاورد، اون چیز مکروه میگردد. اگر به سنت خطری را برساند یا به سنت یک کمبودی را ایجاد کند. در اینجا میگوید در جای یکم الاسراف فی الماء، اسراف کردن در استفاده کردن آب. اسراف در آب، چیزهایی که روشن هستند یا اینکه بین علما من میدانم که اونقدر اختلاف نیست، من زیاد در دلیلش کوشش میکنم که ندرایم. اما باز هم در مراقی امام میگوید که لقوله صلی الله علیه و سلم لسعد لما مر به وهو يتوضا، از سبب اون قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که به سعد رضی الله عنه گفت و بعدا حدیث رو می آورد. اما من حدیث رو برای شما از خود منبع حدیثی پیش میکنم با سندش، که این حدیث از عبدالله بن عمرو بن العاص می آید که ان النبي صلی الله علیه و سلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء صرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه احمد و ابن ماجه. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز از پیش سعد رضی الله عنه گذشت و دید که وضو می گرفت. اما دید که در گرفتن وضو، در وضو کردن خیلی آب زیادی رو استفاده میکرد. شاید احتیاط نمیکرد در استفاده کردن آب، هر طرف شاید میریخت و خیلی زیاد رو شاید استفاده میکرد. و از این سبب از سعد رضی الله عنه پرسید که ما هذا الصرف یا سعد؟ این اسراف چیست ای سعد؟ و سعد رضی الله عنه جواب داد که آیا در وضو هم اسراف حسابیده می شود؟ یعنی امکانیتی اسراف کردن در وضو هم هست؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نعم، یعنی که بله. و اگرچه در نزد یک نهر جاری هم باشی، در نزد یک نهر، در نزد یک حوض آب هم اگر باشی که جاری باشد،
در آن وقت هم باید اسراف نکنی. یعنی که در آن وقت هم حتی اسراف حسابیده می شود اگر از نیازت زیادتر استفاده کنی. پس باید که میانه روی رو اختیار کنیم. یعنی هر عضو رو تا قدر سنت بشویم و اگر شک داشته باشیم در پاک شدن یا تر شدن یک عضو، می توانیم که 4 بار یا حتی 5 بار آب رو استفاده کنیم، تنها اگر شک داشته باشیم. اما اگر مطمئن باشیم که خب من 3 بار شستم این عضو رو و من دلم در اطمینان هست که این عضو پاک شدگی هست یا اینکه تر شدگی هست، آب از بالایش جاری شدگی هست، پس در آن وقت حاجت به زیاد استفاده کردنی آب نیست. و احتیاط کنید، چون که در این مورد متاسفانه در بین مردم خیلی مردمی هست که وسوسه زده می شوند. این رو ما به زبان انگلیسی میگوییم OCD. این رو به فکرم شما میگوید OKR، Obsessive Compulsive رستوا. خیلی فهمیدید دیگه، کسی نویسد OKR. وقتی که همین کلمه یکمش هم انگلیسی است، وقتی که obsessive داری، بعضی مردم به همین یک بیماری مغزی هست، ذهنی هست که گرفتار میشوند، همین OKR دا گرفتار میشوند، obsessive میشوند، یعنی که وسوسه زده میشوند تا این حدی که خود را قریب پوست میکنند با آب، از سببی که مطمئن نیستند که آیا تر شدند، آیا نجاستی که در بدنشان هست یا حتی نیست، یعنی دیده نمیتوانند، اما در خیالات میافتند که من اینجام خشک مانده است، من اینجام نجاست دارد. و این خیلی متاسفانه یک بیماری ذهنی پهن شده هست بین مردم. احتیاط کنید که شیطان شما رو به این گونه یک بیماری گرفتار نکند، به این گونه وسوسه ها و خیالات گرفتار نکند. میانه روی را انتخاب کنید 3 بار. اگر 3 بار کفایه نکند 4 بار برای شکتان بشوید، اما از 4 بار 5 بار کوشش کنید زیاد نشود و کوشش کنید که به خلاف وسوسه شیطان گپ زنید. گویید که نه من خود را شستم، نه من دیدم که دستم تر شد، من مطمئن هستم که من اینجا را دست کردم. 1 بار 2 بار گاه اگر در شک بیافتید این باکی ندارد، این عادی هست. اما اگر هر روز و از سبب هر عمل اگر شما ابسسیو شوید و در وسوسه گرفتار شوید، کوشش کنید که به خلاف وسوسه به خود گپ زنید و به خلافش کار کنید و میانه روی را انتخاب کنید انشاءالله. و این همین اوکره که به روسی می شود، این زیادتر در 2 مسئله خیلی زیاد پیش می آید. در مسئله طهارت که سبحان الله اینقدر قصه های جالب دارم، مخصوصا از یک خواهری که شاید هر روز به من 10 تا ایمیل روان میکرد، 10 تا پیام هر روز روان میکرد و اینقدر صحنه های رو پیش میکرد که من تعجب میکردم. من صابون رو دست زدم، صابون در اینجا افتید، اینجا من یادم هست که 10 روز پیش یعنی طفلم پیشاب کردگی بود، من پیشاب رو شسته بودم، اما این خیلی هر گونه یعنی صحنه ها رو یعنی پیش میکرد و این یک چولی شیطان هست که ما رو فریب دهد و ما رو آزار دهد و ما رو عذاب دهد تا اینکه ما از عبادت اصلی خسته شویم و هدفمون گرفته شود. و دویم مسئله های طلاق می باشد که مردها خیلی گرفتار می شوند در همین گپ که من فکر میکنم من طلاق دادم، من فکر میکنم من در خوابم طلاق گفتم، من فکر میکنم در تگی نفسم من طلاق گفتم، آیا من طلاق گفتم طلاق نگفتم. یعنی همه وقت در همین فریب شیطان و وسوسه شیطان گرفتار می شوند. برای این مسئله یعنی این مسئله خاص هست، باید به هر شخص باید علاهیده کار کرد و هر شخص هم باید از جهت طبی کمک بگیرد و هم از جهت دینی کمک بگیرد. به هر حال دویمش هست و تقتیر فیه، و همین خیلی که اسراف جایز نیست یا اینکه مکروه هست. تقدیر یعنی که کم استفاده کردن آب و به طرف مقابل رفتن، کاملا به طرف مقابل هم رفتن، این هم نادرست هست. پس با این گونه باز وسوسه گرفتار نشوید که من اسراف نکنم، گفته که آب را خیلی کم استفاده کنید.
کوشش کنید که یعنی راحت باشید، آزاد باشید. آب رو 3 بار استفاده کنید، یعنی برای اکثر عضوها یا قریب تمام عضوها 3 بار باید با طریق سنت یعنی شسته شود. 1 بار اگر شک داشتید، 1 بار دیگر هم از سبب شک یا اطمینان دل اگر 4 بار اگر شسته شود گاه یا برای بعضی عضوها، این یعنی کفایه میکند. از این قدر زیاد کردن یا اینکه کم کردن خطرناک است و انسان یا میتواند که خیلی کم استفاده کند که چی کند، یعنی وضوش ناکامل ایستد یا اینکه اسراف کند یا اینکه در وسوسه بیفتد، در هر دوی طرف. و امام شرنبولاری میگوید در مراقی بجعل الغسل مثل المسح، تقدیر یعنی اینقدر کم آب رو استفاده نکند که شستن به مانند مسح کردن گردد. لأن فيه تفويت السنة وقال عليه السلام خير الأمور أوساطها. میگوید که چونکی در اینجا اگر انسان خوب نشوید، غسل نکند، بلکه شستنش به مانند مسح کردن اگر گردد، در اینجا سنت از دست می رود. و چطوری که می دانید اعضای بدن باید شسته شود، نه اینکه مسح کرده شود. و بعدا یک قولی پیامبر صلی الله علیه و سلم را می آورد و فراموش نکنید که این کتاب مراقی الفلاح و این گونه کتاب های که شرح فقهی دارند، آنها وقتی که در مورد احادیث یا وقتی که دلیل حدیثی پیش میکنند، اونقدر منبع حدیث را، مرجع حدیث را یا گویم که تخریج حدیث را خوب پیش نمیکنند و بعضی وقت یعنی حتی سند حدیث را پیش نمیکنند، از سببی که این موردی حدیث نیست، این موردی فقه هست، تنها به دلیل ها اشاره کرده می شود. از این سبب هست که بعضی ها کتاب های فقهی را باز میکنند و وقتی که دلیل را میخوانند میگویند که این حدیث در کجا هست یا این حدیث حتی صحیح نیست. این گونه یعنی سراسیمه میشوند بر حکم کردن و بر توپه زدن. اما اگر انسان خواهد که از جهت دلیل پره حدیثی رو ببیند، باید به منبع حدیثی برود، باید کتاب های همان یعنی مذهبی فقهی را از نگاه کتاب های حدیثش نظر کند. به هر حال پس در این کتاب مراقی الفلاح هم وقتی که حدیث ها رو پیش میکند، منبع های حدیث رو خوب پیش نمی کند و سند هایش بعضی وقت نمی باشد و حتی بعضا حدیث های رو پیش میکند که ضعیف هست. اما من به شما گفتم که بعضی وقت در بعضی احیان حدیث های ضعیف رو با دیگر دلایل استفاده کردن جایز هست. و هر حال من برای شما کمی در مورد همین قولی که پیش کرده است با شما میگویم که این خیر الامور اوساطها، در مورد تخریج این حدیث علما بحث مباحثه دارند. بعضی ها میگویند که روی مرفوعا و موقوفا على بعض السلفی، که این گفتنی، این خبر یا این حدیث هم مرفوعا روایت شدگی هست، هم موقوفا. اکنون شما شاگردان حدیث شما باید بدانید که مرفوعا و موقوفا چی معنا دارد. مرفوعا یعنی که برمیگردد به سخن یا عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم، و موقوفا یعنی که وقف می شود به قول صحابی رضی الله عنه. پس این حدیث رو بعضی ها به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی برگردانیدند یا اینکه نسبت دادند و بعضی ها این را همچون قول صحابی پیش کردند. پس یکی از امامان حدیثی که این رو مرفوعا روایت کرده است امام بیهقی هست در السنن الكبرى عن عمرو که میگوید بلغنی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال امرا بین امرین و خیر الامور اوساطها. اما علما میگویند که این خبر ضعیف هست از سببی که این از بلاغات هست. امام ابو نعیم این را در کتابش الصحابه روایت کرده است. امام ابن منده این را در المعرفه از معبد الجهنی از بعض صحابه رضی الله عنهم روایت کرده است. اما این قولی که بهترین عملها میانروی هست، یعنی که بهترین امور یعنی امرها، یعنی که عملها یعنی که کارها از همه کارهای میانروی هست، گرچند که این دلیل حتی اگر صحیح هم نباشد و ما ضرری نمیرساند، چون که ما میدانیم که عموما شریعت میانروی را پیشنهاد میکند و باید ما میانروی را انتخاب کنیم در شریعت. آن چیزی که حکم شده است آن رو پیروی کنیم، نه این طرف میل شویم و نه اون طرف. به هر حال و میگوید و ضرب الوجه به، زدن با روی یا زدن روی با آن، به برمیگردد با آب.
خب با آب، یعنی که زدن بر روی با آب این هم مکروه است. باید روی شپیده نشود، زده نشود با آب. و امام شرنبوراری در مراقی میگوید و یکره ضرب الوجه به لمنافاته شرف الوجه، که مکروه است زدن بر روی از سببی که این شرف روی رو مخالفت میکند. یعنی که روی یک شرف دارد، این خود انسان رو یعنی پیش میکند، خود ذات انسان با رویش شناخته میشود و در شریعت ما ممانعت هست از زدن روی یا زدن خود و پاره کردن گریبان ها و غیره. پس از اینجا ما میفهمیم که این گونه حتی شکل این رو انتخاب کردن، حتی در وضو هم باشد، این مکروه است، باید روی زده نشود. و این چونین در دیگر یعنی منبع ها من بیادم هست که از این حتی یعنی آب هر جا می شپد و پشت می شود، حتی این اسراف هم بوده می تواند و کمی به خلاف پاکی هست، یعنی که انسان خود را پاک کرده ایستاده است، اما وقتی که آب به هر طرف شپیده شود این میتواند سببی ناپاکی گردد، یا وقتی که به هر طرف که آب زند و برگردد این میتواند که نجاست رو به انسان برگرداند. از این سبب انسان باید پاکی را انتخاب کند، سراسیمه نباشد در عبادت را انجام دادن، با یک اخلاق حمیده باید این کار رو پیش برد و این چنین حتی شکلی زدن روی رو انتخاب نکند. پس چندین نقطه ها هست که این رو چی میگرداند، این را مکروه میگرداند. خب من این سوال هایی که روان کردید بعدا میخونم انشاءالله. و التکلم بکلام الناس، چهارمش چیست؟ که گپ زدن با گپی مردم، یعنی گپی دنیوی. اگر بیاد داشته باشید این رو ما قبلا هم به فکرم در باب یا مستحبات بود که ما خوانده بودیم که باید هنگامی وضو گرفتن انسان خاموش باشد تا اینکه فرصتی ذکر کردن رو یا فرصتی خواندن دعاها رو داشته باشد. اگر در درونی جای نجیس باشد، در درونی حاجتخانه باشد، در دلش یا در فکرش، یعنی فکرش در ذکر الله باشد، در یاد الله باشد. اگر بیرون از حاجتخانه باشد یا یک اتاق جدا باشد برای طهارت گیری، میتواند در همون وقت ذکر کند. البته از همه ذکر بهترین اذکار مسنونه هست یا مرویه هست، یعنی سنت که ثابت شدگی هست. اما اگر انسان حتی همین خیل استغفار بگوید یا اینکه در یاد الله باشد، نام الله رو بگیرد یا از الله سبحانه و تعالی دعا کند برای خیر و برکت، برای علم نافع، صحت و سلامتی و غیره، البته این رو سنت فکر کرده اگر نکنه جایز هست، چون که ما تحتی همون حکمی جواز عمومی داخل می شود، چون که در شریعت ما عموما ذکر الله رو کردن عموما جایز هست هر خیل که باشد، اما توصیه داده می شود و پیشنهاد کرده می شود که با یعنی با دعاهایی که در احادیث وارد شدگی هستند و با دعاهایی که ثابت شدگی هستند، آنها را اگر انسان اختیار کند نه فقط ثواب می گیرد بلکه پیروی سنت هم حساب می شود. والاستعانة بغیره من غیر عذر. و عمل پنجمی که مکروه حسابیده می شود این کمک گرفتن هست. استعانه از باب استفعال با خاصیت طلب هست، یعنی که هر وقتی که الف یعنی که همزه وصلی سین تا رو در اولی فعل می بینید، این به خاصیت همین فعل ثلاثی مزید فی اشاره می کند که معنای همین فعل با طلب پیوست شدگی هست، یعنی که طلب کردن و بعدا معنای همین کلمه رو می گوید که عون هست، یعنی کمک، طلب کردن کمک بغیره از غیرش، یعنی که از یک نفر دیگر، من غیر عذر وقتی که عذر نداشته باشد. البته چی رو استثناء میکند که اگر عذر داشته باشد البته انسان میتواند که از یک غیر، از یک نفر دیگر کمک بگیرد و باید این گونه کند. اگر خودش قدرت به طهارت گرفتن تنها نداشته باشد، بیمار باشد یا پایش دستش کار نکند، باید که از یک کسی دیگر کمک بگیرد. به هر حال در اینجا امام شرنبورادی چی میگوید؟ میگوید و یکره الاستعانة بغیره، بعد شرح میدهد میگوید که لقول عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على صلاة أحد. میگوید که
از سببی یعنی امام شورنبولاری این حدیث رو پیش میکند، حدیث عمر رضی الله عنه رو پیش میکند. و وقتی که یک حدیث پیش کرده میشود معنای این نیست که بغیر از این یا بجز این حدیث دیگر حدیثی یا دلیلی وجود ندارد. چون که من به شما فهمانده ایستادم که در کتاب‌های فقهی مخصوصا کتاب‌های احکام مورد دلایل حالا نیست، مورد احادیث حالا نیست، یعنی جایی احادیث و دلایل حدیثی نیست که تخریج حدیث و قوت حدیث بحث کرده شود یا اینکه به تفصیل فهمانده شود، بلکه همین خیلی اشاره کرده می شود به یک دو دلیل. اما اگر کسی تفصیلاتی همون مسئله رو خواهد میتواند که به کتاب‌های دلایل یعنی رجوع کند، برگردد. به هر حال میگوید از سببی حدیث عمر رضی الله عنه که عمر رضی الله عنه چی میگوید؟ میگوید که من دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را که آب برای وضوعش میکشید، پس من یعنی پیش دستی کردم که آب برایش کشم، اما فرمود که مه یعنی است ای عمر، من نمیخواهم که کسی در نمازی من به من کمک کند. یعنی چون که طهارت انسان رو به نماز آماده میسازد، گویا که در این حدیث یعنی اشارتا این جزء نماز حسابیده میشود ضمناً، و از این سبب میگوید که من نمیخواهم کسی من رو به این عبادت کمک کند. و امام شورنبولاری بعد ادامه میدهد و میگوید من غیر عذر لان الضرورات تبیح المحظورات. در اینجا سبحان الله اولین بار است که شما یک قاعده کلیه رو میشنوید، یعنی که این اشاره میکند به یک فن دیگر شرعی که فن بلند میباشد، عموما در یعنی در افتاء درس داده میشود. در دارالافتاء یک فن داریم به نام القواعد الفقهیه که در آنجا القواعد الکلیه رو اول یاد میگیریم، بعد دیگر قواعد ها رو، یعنی قاعده هایی که از منبع شریعت استخراج کرده می شود و طبق همون قاعده ها هر مسئله نو یا هر مسئله پیچیده فهمیده می شود. و یکی از همین قاعده ها همین قاعده الضرورات تبیح المحظورات هست، یعنی که مورد های ضرورت یا اینکه ضرورت ها محظورات یعنی چیزهای حرام را یا چیزهای ممنوع را مباح می سازد، جایز می سازد. این از کجا خارج شدگی هست، از کجا گرفته شدگی هست؟ از آیت قرآن که اشاره می کند که اگر کسی یعنی به هلاکت باشد، در حالت هلاکت باشد، حتی می تواند که گوشت خوک را تا قدری ضرورت استفاده کند. البته این در یعنی عموما پیش نمی آید به ما، اما اگر کسی یعنی عموما در کتاب‌های فقهی تفصیلش می باشد که کسی در صحرا باشد یا کسی در زندان باشد یا کسی گم شده باشد و تنها یک خوراکی را پیدا می کند یا یک گوشتی را پیدا می کند که گوشتی حرام باشد، میته باشد یا حتی خنزیر باشد، خب یعنی خوک باشد، در آن وقت اگر به هلاکت در حالت هلاکت باشد از گرسنگی، یعنی انتظار شد اما از گرسنگی حس میکند که هلاک میشود، میتواند تا قدری ضرورت برای نجات نفسش و جانش میتواند که یک کمی رو تناول کند، بخورد. پس از این آیت قرآن، از این صحنه که پیش کرده می شود، از این مسئله همین قاعده استخراج کرده می شود و هر یک صحنه که به مانند همین هست طبق همین قاعده جایز قرار داده می شود یا فتوای جواز رو داده می شود. از این سبب است که مثلا هر مسئله که انسان رو به هلاکت بکشد یا انسان رو در خطر گذارد، جان انسان رو در خطر گذراند، عموما چیزهایی که حرام می باشد تنها برای یک وقت موقتی حلال می گردد. مثلا عموما یک مرد اجازه ندارد که یک زنی نامحرم رو دست زند یا اینکه بردارد، اما اگر یک زن همین خیلی بیافتد در مابین سرک یا اینکه مثلا یک کسی او رو کورچه زند، یعنی الله ما رو حفاظت کنه، یا کسی او رو زند یا اینکه لط کند یا اینکه او رو پراند، یک مرد نامحرمی که مسلمان هست میتواند یعنی رود و همون زن رو بردارد و یعنی بیمارخانه برد یا اینکه بردارد و در ماشینش در موترش بار کند و او را ببرد، گرچندی که عموما این جایز نیست، اما برای نجات دادن نفسی و جانی همون انسان میتواند این را برای یک وقتی موقتی یا برای یک قدری ضرورت این کار را انجام دهد که این گونه مسئله ها خیلی زیاد پیش می آید. و عموما دلیل این کار چیست؟ دلیل این فتوا یا این صحنه چیست؟ همین قاعده الضرورات تبیح المحظورات. و هر حال میگوید که
از سبب همین قاعده اگر کسی عذر داشته باشد پس در آن وقت می تواند که از یک کسی دیگر کمک بگیرد. چون که وقتی که این قاعده رو ما داریم، یعنی که وقتی که این قاعده چیزهای حرام رو برای یک قدری ضرورت یا برای وقتی موقتی جایز میکند، پس وقتی یک کار حرام نباشد، همین خیلی مکروه باشد، البته که آن کار جایز میگردد. یعنی که کمک گرفتن از یک نفر دیگر این البته حرام نیست، این تنها مکروه است. اما اگر انسان عذر داشته باشد البته که این چیز جایز می شود. وقتی که عذرها چیزهای حرام را حلال قرار می دهد، البته که چیزهای ناحرام را یا چیزهای تنها مکروه را البته که برای یک وقت موقتی جایز قرار می دهد. و همین را میگوید که من غیر عذر لأن الضرورات تبیح المحظورات فكيف لما لا حظر فيه. پس چیتر وقتی که هیچ یعنی ممانعتی به اون کار نباشد. به هر حال و میگوید و این چونین بعضی وقت یعنی در بعضی احادیث می آید که خادم پیامبر صلی الله علیه و سلم آب طهارت او را به او میریخت برای اون که او طهارت بگیرد. و در آخر میگوید که و تثلیث المسح بماء جدید و 3 مراتب مسح کردن با آب نو این هم مکروه حساب نمی شود. و در اول شرحش به همین اشاره کردگی بود وقتی که دلیل را به اسراف آوردگی بود. وقتی که در اول فهمون که اسراف کردن جایز نیست، در همون جا اشاره کرده بود که گفته بود که و منه تثلیث المسح بماء جدید، که از سبب دلیلی که من برای این عمل جایز نبودن یا اینکه مکروه بودن این عمل پیش میکنم، این دلیل به این عمل پنجم یا ششم هم رابطه دارد. از سببی که وقتی که مسح کردن 3 بار حتی سنت نیست، 1 بار پره کاملا مسح کردن این سنت هست، پس 3 بار و برای هر 3 بار آب نو گرفتن این ما تحت اسراف داخل میشد و از همین سبب این عمل مکروه میگردد. خب انشاءالله در همین جا درس را میگذاریم. 38 دقیقه شده است، از سببی که اگر این درس را آغاز کنیم وقت خیلی زیاد می رود و این شکسته میماند. خوب ترش هست که این را برای درس بعدی گذاریم. خب بعضی در اینجا شما نوشتید، من اینها رو میخونم، اگر رابطه به درس باشد در همین جا جواب میدهم. پس وضوع عمل ها را. خب در اینجا یک سوالی دیگر هست که اگر اشتباهاً فراموش کرده پیش و پس وضوع عمل ها رو میکنی، نادرست کردم گفتم از نو آغاز کنم میکنی، این نیز مکروه است. ترتیب در وضوء سنت هست و اگر انسان من سنت رو پیروی نکردم گفته دوباره آغاز کند، این اسراف حساب نمی شود، از سببی که این بر یک دلیل وابسته هست. خب پس این مکروه حساب نمی شود، از سببی که یک سببی خوب دارد انسان برای دوباره آغاز کردن که این فوت نشدنی سنت هست. در وقت وضوء با صابون دست و روی رو شویم، این اسراف آب می شود. نه، این اسراف حساب نمی شود، چون که در اینجا یک مقصد هست و مقصد رو پورا کرده می شود. یعنی که مقصد برای همون بوی خوب رو در جلد خود، در بشره خود مالیدن هست، یعنی یا اینکه یک چیز رو استفاده کردن که نجاست دست ها رو یا چرکی دست ها رو خوبتر برطرف میکنند. از این سبب چون که در اینجا یک مقصد اساسی هست، یک مقصد خوب هست، اسراف حساب نمیشد. اسراف تنها وقتی هست وقتی که به مقصد هست یا به شک هست. بر شک وابسته نیست، بر مقصد وابسته نیست. همین خیل چندین بار کرده می شود و در این باب بعدی هم یک صحنه پیش می آید که من انشاءالله در آنجا بعد کمی زیادتر درباره اسراف برای شما می گویم انشاءالله. اما در همین جا درس ما به پایان می رسد انشاءالله. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.